Guten Tag. Entschuldigung, Sie sprechen Deutsch, ja? اگر پیشنهاد کاری خوبی داشته باشین آیا در آلمان میمونید؟ حمایت از کالای ایرانی خواست. جان کارمون ما همینجا اینجا بالاخره اعتباری داریم، حرمتی داریم، آبرویی داریم. من آدمی نیستم از صفر شروع کن نیست. Haben Sie vor, in Deutschland zu arbeiten? برنامه دارین که توی آلمان کار غیر قانونی انجام بدین؟ بستگی به پولش چرا و دروغ چرا. پول بدن همه کار میکنیم. برنامه دارین که اسلحه یا هر گونه شیء غیر قانونی رو به آلمان وارد کنین؟ برنامه داشتم که به این نمیگفتم. نه ندارم ولی داشتم چه سوالی. شما ولی باید جواب سوالا رو بدین. برنامه دارم اسلحه بیارم که. شغل شما در ایران چیه؟ دقیقاً؟ میریم میگیریم بگیریم گیومن. شما ازدواج کردین؟ دائم نه. شما چی؟ شما بچه دارین؟ بچه‌ای که یعنی به دنیا آمده باشه؟ نه. به حال جرمی مرتکب شدین یا اینکه برنامه‌ای دارین که جرمی بکنین یا انجام بدین؟ جرم اونجوری نه ولی خورده کاریایی کردیم. جرم اصلیمو مرتکب نشدم. منتظرم که شاید یه فرصتی فراهم بشه. تا حالا عضو گروه تروریستی بودین؟ قبلا باشون همکاری کردین؟ داشتم، یعنی پیشنهاد داشتم، داعش پیشنهاد داشتم. من گفتم بیا مثلا یه جای خانم رو می‌بینیم دست تو اینا. من گروه ببرای تعمیر پیشنهاد داشتم، چیز داشتم، این جدای طلبای ایرلند پیشنهاد داشت. ولی آدم وقتی میتونه تو مملکت خودش خلاف کنه چرا بره تو خارج خلاف کنه آخه. Welches Land haben Sie zuletzt besucht? آخرین کشوری که بهش سفر کردین کجا بوده؟ جی رسمی که نوشته شده باشه نه ولی مثلا لنجی رفتم گوسفندی برگشتم دیگه. آیا میخواین که به آلمان پناهنده بشین؟ شما ایرانی یا میری میای اون تایمی که ما اونجاییم شما کجایی؟ خیلی ممنون متشکرم. خواهش می‌کنم این آیدی منو بزن فری فیتالیتی اینو بزن دایرکت بده این با هم در تماس هست.